السلام علیکم خانم عزیز. در وقتی که در سودان میخونم امتحانمون باید بود ختمیت میسپردیم در اونجا شپرگوت کلاگی نیستم شپرگوت کنیر من نمیدونم لیکن دیده بودم چه شپرگوت میکنم میکرده دستم شپرگوت امتحان میسپردم خطی میسپردم در کم امتحان میداشتم لیکن در کم کورس در امتحان آلدگی بودم بس سپردم یک امتحان نتونستم در کم کورس بعد دیگه دیم سیم چهارم یک امتحان آلدگی نبودم لیکن یک بود در امتحان یکم در آلدگی بودم سودان یک امتحان سپردم گذاشت در کم کورس بعد انا چیز وجبه هو 800 میمونن 890 80 بخیر پالو خوب بهایی سیم خرید نکن میسپردم داشتم بعد در تاجیکستان در امتحان دویم چه میگذاشتیم چون автоматически зачитано امتحان میسپردم بعد آخران امتحانی که در تاجیکستان سپردن دولتی در کمیسیون میان که هم اومدیم دانشجوی سودگیان و میگو چیکار نمی‌دارین ایمو چخه داریم ولی تحقیق استیم و میگم وقت ندارم سر و سیمای کسی که داره در نداریم من نمی‌دونم یا تا بدون شوش من کلون یک ماده گروپ نیک من همشون کلون بود من 21 سال بودم آوایو بعد مکتب ولی بودم کوایو نه هر دو دوله باشه نزدیک 20 سال بودم نه ما 8 سال بودم 21 نه 31 باشم آیو 21 10 سال قریبا همینه در گروپ هم دو کس کلام ما بدم با یک تا زنی که دیگه پمیری بود و ما 4 سال خورد بود از ما چون گفت اپش همه کلامش احترامیش ما یکم داریم گفتم خب ما میدارم من خدار منم نه گفتم دارم خدار منم کمیسیش تگین رو برو 10 نفر گفتن که بلیت گیریم بعد شینین اگر تیار نباشه شینین تیار کنیم بعد خیلی جواب دیم من که بلیت اومدم گرفتم ورق گرفتم رقم بلیت باز گشتم طرف کمیسیون نگاه کردم که ممکنه نشته جواب دادن بعد به همیش نگاه کردم گفتن که البته اگر خواهید جسور دلیر باشه مرحمت جواب نشته من که بلیت دو تا سوال بود سوال یکمش خانم جواب داد سوال دیمش خانم جواب داد من جواب روید برآمدم هم پرسیدم میگه چه تیز درآمدی ما گفتم دم دو تا سوال جواب داد گفتم روید زایچ 5 اخذ کردین نه گفتم تو میرم سر و سیمه وقت ندارم برو من رفتم بعد و یه خیلی که میداریم بعد سکوشون میجه هم کتایش که بعد با میخریم که به هور اومدن اعلام کردن ده بعد هم کسان گفتن همیشه یکم درآمدن زور بده این اپای فیروزه درآمد یگان سوالی الهی نداشتم مورا سوق مناجه فیده و یارو ببینید چیکار کردن کسی که مثلا که نشته جواب ندادن رنگ مبانی شنه جواب دادن سوالای بود بعد غیر از دیله دادن شونه بود سوالای دوگلی دادن شونه دادن با زمین همه با 3 و 4 هم خیلی گفتن اما 5 بگیم گفتید гарантияш қатъи мондиан амончо комиссиё بعد همون یک تا اعضای کمیسیون معلمه انگلیسی اون بلای در دانشگاه آموزشی و بعد مرا پیشنهاد کرد با هم پرسان خطر فامیلی ما 3 نفر که دیپلم سر کتام کردیم پیشنهاد کرد که اگر خواهید شما امریکا میفرستین کادر تیار کردن میان برای کارهای وزارت خارجه که کار کردن در وزارت خارجه گفتم من نمیرم پدر مادرم در پیششون نمیخوام که خور شوم دخترک فامیلی گفتن اگر شما اپ فیلتر دارید ما رو به خاطر شما میمونم رفتن خوندن لیکن دیوش ما رو نمیمونم تنها رفتن امریکا اسیدوبی دولت گفتن ایسوبی بوجی دولتی مولا جدا کردن میشد و رفته خونده کادر تیار شده میمونی برای کار در وزارت کار خارجی کردن با ما زبان عربی میدونستم که معلم نگه زبان عربی رو میدونن تو جدی روسی انگلیسی سقطی با زور میشه نوران عوامل فهمیدیم برای ما پدر مادرم نوران عوامل که پدر مادرم در پیشم خور نشوند همین گونه کار من در مسکو سال 2000 پیشنهاد کردم نقلی کلام قطعی که ترجمه میدم مثل زبان روسی عربی روسی که ما به خاطر پدر مادرم میگفتم یکم کلی کلام در نسیم در مسکو افکار کرده بودم طرف کرده بودم 2000 سال و دویم کاری کلام گیم وظیفه کلام شدن در تاجیکستان سال 2003 طرف کردم خب آنم خیلی وظیفه برای من مهم نیست کلی کلام برای من مهم نیست مهم این است که مسلمان بودن و از دنیا مسلمان گذشتن خدمت برای مسلمان اسلام کردم و از دنیا مسلمان بودن رفتن این است برای من مهم وظیفه پول برای من مهم نیست جیانم گفت که اما گفت کلی کلام تفسیر شما چی کردین آدم کلی کلام آرزو میگن آرزو کنم آرزوی من اول که رضای خداوند است آرزوی من دیمش که مسلمان بودن و در اسلام زندگی کردن سیمش که دعای پدر مادر گرفتن از این از آرزوی من جنده او پول منصب و وجبت جوری استفاده وجود دختری من میگه که دختری من گپ زور کم میزنه میگه که اوچه جان برای من میگه اول میگه خداوند میگه مسلمان بودن دیمش میگه که اوچه جان تو میگه بس سیمش میگه
دنیوی میگه بعد میگه اویل برخو کردن هر انسان حق میفهمه زندگی را سوی مرم برای مرم به پول و مول و منصب و مهری چی میگن دوست داشتنی مرد خب حرامه در اسلام لیکن میگن چی تو عاشق نشدی میتونی عاشق شی در یک زن اگر عاشق شود و مرد اگر عاشق شود اول انگلیستان میشه زن اگر عاشق شود آخر پشیمون میشود عاشق نشدنی من خوب است برای چی من عاشق به خداوند شدگیم من عاشق خداوند دوست می‌دارم در دل من خداوند مهر خیلی زیاد گردانه مهر الله تعالی یکم در جهان نیست الله تعالی را دوست داشتن این مهر است که هیچ حساب هیچ میگن اندازه به اندازه است کسی که خداوند دوست می‌داره تو مهر به اندازه به خداوند داشتن وقتی که خداوند دوست دارم خداوند همیشه دعای ما را میفهمه همیشه آواز ما را میفهمه همیشه خواهش‌های ما خداوند اجرا میکنه آرزوهای ما عملی میگردد وقتی که خداوند به آن شرطی که خداوند را دوست داریم خداوند را داشته باشیم همین انسان میری زورا میکنه در کار بگیر میگه پس زوراش میگه که من کار بگیر اما وقتی خداوند زورا کنیم دوستی کنیم خداوند میگه او میگه بنده من دستی میگه دست برداشته است از ما میگه طلب داره نه خداوند خودم از رضی جان به شما نزدیک هستم میگه خداوند چی که میخواید دعا کنیم میگه ما دعای شما قبول میگه خداوند ما دعا میکنیم خداوند آرزوی اساسی من از اولین و آخری من این است که روزی من مسلمان از دنیا مرده است روزی مسلمان گذشتن است یکم دویم خدمت اسلام مسلمان کردن است سوم منفیت به وطنان تاجیکستان آوردن از کجا که نباشه به کدام منطقه آوردن نباشه بعد سون به دست بیایه خوب است نه خداوند میگه در قرآن کسی که از خداوند بترسد خداوند او را در جای سمیته که انسان خودش درک نمیکند و درک نمییابد خب باقی این سلامت خانواده صدا باشین تدریس فراموش نکنید در شما